و یک مسئله های که طبی معنوی با مثلا من در چچنستان بودم چندین بار اشتراک کردم در معرکه هایی که آنها روشی قصدگیری میکنند یعنی چطور یک آدمی که بناخواست یگان کس رو کشته است یا که در گویم که واقعه و حادثه های صدمه گرفتار شده است یگان کس مرده است او رو چخیل میارند و او چخیل پوشیده ریشش دمیده و او بخشش میپرسد از این اولاد تیپ آنها رو میگن من دیدم حتی من با نوار گرفتم که چخیل یک منظره مدهش است در آنها بخشیدن نیست آنها در آنها قصد است لیکن مثلا آیاتی که در قرآن میگوید که شما البته قصد بگیرید ولی اگر شما باز با من حواله کنید یعنی که برای شما بهتر است من دنبالها باز آدمانی که در ساحه دین کار میکنن اینا خوبتر میدونن مردم ما این صفت دارد یعنی که میبخشد مردم ما اما ما گمان میکنم که در زمانی که مثلا حضور است کمتر نیست از نگاه شما بخشیدن انسان ها کم میبخشن کم نیست همین حالت مثلا در جامعه که این روز ما زندگی البته جامعه ما کلاسیکی که داشتیم البته او جامعه معاصر است و مردم رو بینید پیش از یک حدود تاجیکستان خیلی کم آدم میبرآمد امروز جهان دیده هستند امروز با فرهنگ های دیگر آمیخته شدن و اون فرهنگ ها رو میارن ولی اون محوری که در ملت ما هست در معنویات ملت ما هست اون هیچ وقت گم نمیشه ببینید استاد مثلا ما گفتیم که بخشش مثلا باید ببخشیم اما بعضی حالت‌هایی هست که مردم گذشت میکنن مثلا در یک ظلم بسیار توقع میکنن گذشت میکنن و یا اینکه به اون حالت‌هایی هست که بسیار به آنها ضرر میرساند ولی آنها گذشت کردن میکنن این به انسان چه تاثیر میذاره البته در معنی سر دو قوه هست قوه های انگیزنده و قوه های بازدارنده که بازداشتن تحمل کردن صبر کردن این البته خاصی ملت ما هست چون که هزار ساله ها ما میدونیم که چه مشکلات ها به سر این ملت می آمد و همین تحمل سبب شد که ما توانستیم زنده بمانیم همچون ملت ولی نازکی کار در چی هست اگر بازداری از حد زیاد شود سبب پیدا شدن نقصان‌های روانی و پسانتر نقصان‌های گوییم که جسمی میشد یعنی که از حد زیاد گذشت کردن آدم خودش پسانتر نمیبخشد خود بهادهی او پست می شود و خود بهادهی که پست که شد بیماری های گوناگون دیگر پیدا میشن یکی از آن هم بیماری های سرطانی هستند یا که بیماری های از عقل بیگانه شدن اما در هر صورت همان طوری که خود شما گفتید مثلا در محیط اوین و مثلا بین فرزندان بین مثلا زن و شوهر حالت‌های بخشیدن کم است مثلا شما چه مصلحت میدید در کدام حالت‌ها باید بخشش بسیار باشد مثلا بین جامعه مثلا در رفت و آمد در نقلیات باشد در جای کار باشد در داخل مثلا مکتب و مغازه باشد یا در اویلا باشد من به نزدیکی یک چیز رو تحلیل کردم این مسئله آدابی بگیم که رانندگی آدابی در راه رفتاری مثلا رانندگان ما چرا من بسیار دیدم که شتابکاری هست حقارت ها مثلا سیگنال میدهند صداهای ماشین رو بلند میکنند و یک حالت هیجانی قرار دارند من وقتی که من تحلیل کردم دیدم که در اروپا مثلا این چیزها نیستند در نزد سویتافور چراغک می ایستد گوییم که مسافر رو میفرارد یا که راه میدهد عموما یک آداب رعایت میکنند مردم ما اینه در کوچه دارند مثلا سلام علیک شاید مناسبت خوب میکنند از یکدیگر بخشش میپرسند راه میتین گذرید احترام میکنند ولی چون در داخلی همون ماشین شدن این چیز گم میشود گویا که اون پنهان است
چرا چنین است؟ چون که ما وقتی کم هنوز که ماشین سوار هستیم. مثلا بگیم که سال 72 این کار سر شد. در ما قریب 50 سال. اگر در اروپا از عصر 19 قریب 150 سال آنها ماشین رانی میکنند و قاعده و آداب آن را در ذهن و در تفکر آنها وارد، در ما هنوز وارد نشده است. برای این چیکار کردن نکار؟ باید رانندگان یک آداب و اخلاق، اتیکای رانندگی رو آموزش گیرند. کورس های مخصوص کنند که آنها یاد گیرند که چه مناسبت کرد. یعنی قاعده های راه رو باید بدونن. قاعده های راه میدونند، لیکن قاعده های راه هم میدونند، اتیکا آداب آن را رعایت نمیکنند. یعنی که این وقت در کار. مثلا من فکر کردم چرا در همه جا با کامراها پیدا شد؟ چون که این طلبات انا همین راه هست. راه چون این وادار ساخت شعور جمعیت که همین رانندگان رو سخت بگیرید. اگر سخت نگیرید اینا عموما گویم که مسافر راه نمیدهند گذاشتن آن را. یعنی این سختگیری یعنی که طلبات خود شعور جامعه هست. تا آن که آداب رو یاد نگیرن. آداب رو یاد گرفتن این چیز از بین میره چون که نیاز دیگر به این ندارن. من هم فکر کردم که مسئله اون که چرا در ما این چیز مثلا آیا بخشیدن میتوانند؟ چون که من هر روز روبرو میشم و چی روبرو میشم؟ با جنجال های اویلوی. ما شکر خدا و وطن ام هر سال تا 100 زیادتر اویله ها رو از ویرانشوی امین میداریم. با واسطه اون چی که مثلا رنجش یکدیگر آنها رو از بین میگیره. مثلا یک چیزی نازک که من در اویله های امروزه دیدم و این یک کاری حتی علمی هم هست که چرا من میدیدم که زنها بسیار وقت کسل میشن، پدر و مادر مجبور میشن دختران خود رو گیرن. یک سبب آن است که چون زن میگیرن در اطراف زن از قانونهای معنوی و از قانونهای دینی و از قانونهای فرهنگی یک قفس میسازند و او رو میگه اگر تو این کار کنی این است، اگر تو این کار کنی این خیل میشه، اگر این کار کنی دوزخی میشه، اگر این کار کنی تو من از چی میبرایی، اگر این کار کنی تو عموما در اطراف یک ترس را از حتی که حدیث ها میارند، آیات ها میارند که او رو چکار کنند در همین چارچوبه همین که یک معین کرده خودشان نگاه دارند. یعنی نباشد هم اون که زن جوان در ذهنش میایستد. چرا که از حدیث و آیات ها و از پرینسیپ های اخلاقی شرایطی خوب نسازند. قفس نه، شرایطی خوب نسازند. ممکن است که ممکن است. یعنی که میترسانند. حتی که در فرهنگ دینی ممکن نیست مومن رو ترساندن. مومن رو بشارت میده، فقط خبر خوش میده. لیکن چنین میکنن. انا اکنون تصور کنید در سر او جنجال ها سر میشد. چون که بعضی حالات خانه پدر میخواهد، یگون چیز دیگر میخواهد و با واسطه انا همین چارچوبه ها سبب بیان میشد که بیماری میشه، بیماری پیدا میشد و حقوق او پرره چی میشود؟ پایمال میشود و این سبب بیان میشد که رنجش زیاد میگیرد و کسلی میشد و فرزندهای با وجود میبرد که کسلمند و مثلا آدمی که جوغری درونی دارد فرزندهایش بسیار وقت فشار کاسه‌خانه درونی سر دارد. چون که اون مدل مدارها رو ویران کرد کن. یعنی که زیان به نسل خود میرسانند و باز چخورتر این چیزا آموختم. چرا چنین است؟ چون که میخواهند که عموما کنترل سختی بگیرن زن خدا و اون رو در یک تورمه یک زندان خانگی قرار بدهند و خودشان آزاد باشند، هر چی که بخواهند بکنند. و حالتایی که مثلا جنجال میشوند بین یکدیگر خیلی کم است. حالتایی که مثلا مردم بخشش بپرسند. البته ما بسیار وقت میبینیم که تا درجه رسیده است مثلا در درون قلبی که پدسازنانی زیر شعور قلبی زن یا مرد اونقدر بسیار خفگی ها، اونقدر بسیار رنجش ها، غضب، کینه ها، نفرت ها جمع می شود که یک کلمه می تواند که آنها رو تازه کند. حتی یعنی بخشش با شعورانه بخشش پرسیدن. حالتایی بود یک عائله که در حالت ویرانشوی بود، شوهر وقتی که ما رو مطمئن کردیم باور کردیم که یک کلمه تو می تواند که سبب آن شود که کودکان یتیم نشوند،
oilai خودم میخفی. اون گفت چی است؟ من گفتم این بخشش است. تو از زن خود باید بخشش پرسی. اون غرورش قدر سخت بود لیکن توانست. ثانی‌تر 10 سال قریب گذشت زندگی اونها خیلی خوب است. چون که این بخشش پرسیدن یک فرهنگ داخلی خانواده آنها شد. لیکن معنی دارد که با ویران کند و تست بخشش پرسد. این از حد باز نگذرد. یعنی که آدم با شعورانه یا بی‌شعورانه اگر این کارو کند یک معیار معینی در کار است. و البته متاسفانه حالت‌هایی که اگر بخشش سبک باشد یعنی که رنجش سبک باشد میتوان یک سخن یک کلمه یک رفتار خوب مثلا یگان کاری خطا کرد یگان کاری خوب بالای اون کردن نکن ولی وقتی که اون دور و دراز دوام میکند به متخصص نمیشود آنها آمده باید یک سکوتی ما داریم یک سکوتی بزرگ یک مدیتاسیای خاص تاجیکی که ما همین چیزها را از سر آنها فکرهای بد و واقعه و حادثه هایی که با آنها شدن تازه کنیم و این امروز امکان پذیر است در شرایط تاجیکستانی ما یعنی که امکان است که هم علما و هم که از حساب آموزشی ما میتوانیم که این چیز را کمک کنیم به مردم نیازمند چون که رنجش بیماری احساسی است در ما بسیار بیماری های تنگی تبابت میشن ولی ریشه آنها در پسیکولوژی آنهاست از آن جمله در احساسشون که ما امروز اینا با موفقیت انشاء خدا حل میکنیم و امروز پیشنهاد میکنم که اگر یک می نشستید یک کوتاه ما میگذاروندیم سکوتی خاص فرهنگی تاجیکی را شما را از خود یک بار میدیدید که چی هست و چی حسیات ها در وجود هست که شما در استخوان خود آن را حس کنید